نیکوشی رو شکست بده. حالا میدونم که همون فینال بازم نتیجهش همون تکرار پیروزی دلاور کشورمون باشه. اصلا دلاور وسط کار آغاز میشه. 2 تا فینال رو واگذار کردیم. امیدوارم میشه این فینال رو پیروز بشیم و سرود کشورمون در سال نشد حال بلگراد تنین افکن بشه. روی دستان هم یه کار میکنن دو کشتگی. زاره بازم دستش سعی میکنه شرط برای زدن زیر کتفان حریف مهیا کنه. گاردو باز گرفته. یه نپتریا شوردی کشکیل باهوشی هست. در خاک باراندازهای بسیار خوبی هم انجام میده. وقتی حریف خاک میکنه مثل این سبک‌باز بارانداز میکنه. کنار سمت راست و امیرحسین زاره دلاور مازن نیما رو سمت چپ تصویر شما مشاهده میفرمایید. نگاه در نگاه همدیگه دارم. رو دستان هم دیگه کار میکنن. کاشتی سنگین ماس از سبک و سیاق خاص خودشو داره و حالا بازم در قط و قوارشم بلندتر از زاره میزنه کتفان حریف خودش. در اختار میشه در قاضی برای یه نپتری شبری چون دستان کشتیگیر ما بهتر و بیشتر کار کرده. 8 مدال طلا، نقره و برنز جهان با المپیک رو داره نپتری شبری و کشتیگیر ما 3 مدال طلا و برنز جهان با المپیک رو داره. در مسابقات امیدهای جهان و مسابقات مختلف مدال کسب داره. پیشانی دکتر اصیلگیری میشه آقای دکتر بابک شادگان پزشکی ایرانی میاد و او را مداوا میکنه. آقای دکتر فراتی هم از پزشکان اتحادیه جهانی کشتی هستند. و ببینید که چه خواهد کرد دلاور کشورمون. میذاره کشور حریف خودش اینکه او رو به عقب هدایت کنه اما گناه دستاش کار میکنه. یعنی پترش ولی کارو نمیده با دستان کشیده که داره. حالا بازم میزنه زیر کتفان حریفش اینکه بدون گارد او رو باز کنه. به دنبال کار کردن دست ها. یک بار دیگه زاره هنرمندانه دستاش کار میکنه. گارد پایین گرفته تا اسیر زیریایی او نشه. زیرش سر رو میگیره با دستای کشیده که داره. زیرش سر رو میگیره و به خوبی امتیاز میگیره. تقاضای اختار 30 ثانیه برای جناب پتروشویلی تصمیم میشه. اختار 30 ثانیه برای 30 ثانیه اگر نتونه جناب پتروشویلی امتیاز بگیره یک امتیاز برای زاره در نظر خواهند گرفت. باسم سعی میکنه او رو به منطقه زرد تشک نزدیک کنه. در اون لحظه بعد از اون دست رو زیر که تعریف او رو تو تشک خارج کنه. مرتب تاشون کار میکنه. 11 ثانیه حالا 10 ثانیه از اختار 30 ثانیه باقی مونده که بتونه شرط برای همین شکل امتیازی نده. چون یک بار دیگه سعی میکنه پایان تو خارج میکنه و موفق بشه یک امتیاز بگیره. 1 ثانیه تموم بشه. یک امتیاز دیگه به خاطر اخطار خواهند داد به کشتیگیر ما. زاره 2 گنه پتروشویلی صرف تا این لحظه 2 امتیاز شیرین عالی میگیره از حریف خودش. خدا نگهدار دلاور تا این لحظه فکورانه حساب شده دقیق به سبک و سیاق یک کشتیگیر سنگین از کشتی گرفته دلاور کشورمون امیرحسین زاره دلاور آمولی ما همشهری قاسم رضایی. حالا یک بار دیگه در تلاش از این بتونه شرط بر فنون خودت مهیا کنه. هادی ساروی دلاورمردان آمولی هستن. حالا یک بار دیگه موفق میشه پایان رو تو خارج کنه. یک امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. حالا کشی 3-0 پیش میفته. 3-0 طرف امیرحسین زاره دلاور کشورمون. حالا در سرشاخ سعی میکنه رو دستان حریف خودش کار کنه. واسه در سرشاخ 3 تا مازندرانی 2 تا نقره گرفتن و یکی حالا میاد تا طلا بگیره. مازندرانی ها به وسعت دریای مازندران مدال کشتی صید کردند. دلاورمردان مازنی ما. حالا باز هم دستاش کار میکنه تو زن گردن حریف خودش و سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. میزنه زیر کتفان حریف خودش به خوبی. دستاش حساب شده دقیق هنرمندانه کار میکنه. وقتی 30 ثانیه استراحت فرا میرسه میرن از مربیان خودشون. آقای هوادار اسلامی و آقای پژمان درستکار تماشاگران تصفیق میکنن یک پارچه کشتیگیر ما رو امیرحسین زاره رو. دلاور با اخلاق باهوش توانمند. حالا تا این لحظه واقعا حساب شده جنان یه مقدار زانو زدن بیانگری که خسته شده بیانگری که بریده. حالا ببینیم که به این شکل دستاش کار میکنه و سعی میکنه که حالا یه لحظه ببینیم این هم آقای هوادار اسلامی مربی سنگین باز روی دست هم دیگه کار میکنن. یک بار دیگه سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. این کار به اون نمیده. به دنبال کار کردن دست ها دیدیم که حالا برای وقتی باید بدن کاملا خوش کنن مربیان. حالا میخوان که یه دیرتر یه مقدار هم استراحت بکنن و زمان به نفعشون سپری بشه. چند ثانیه هم خودش میتونه
در ریکاوری و چاق شدن نفس تاثیرگذاری داشته باشه. اما 3 امتیاز تا این لحظه کشتی کشورمون گرفته از گنا پتروشویلی که 8 مدال طلا، نقره و برنز جهان با المپیک رو داره. گنا پتروشویلی کم کسی نیست، باور کنیم 3 امتیاز از این کشتی گرفتن. حساب شده و دقیق کار میکنه و سعی میکنه که شرایط باز هم میذاره که قانه خودش خواهد. 2 امتیاز شیر مادر نان پدر حلال دلاور. 2 امتیاز دیگه گرفت تا خیال ما رو راحت کنه. 5-3 پیش میفته. کم کم داریم مدال طلا رو حس میکنه. بعد دیگه نگاه میکنه یا زیر سرا حالا زانو میزنه. ابتدا سر رو گرفت، بعد با خیمه زاره مواجه شد و بعد دیگه خیمه رو زد، دیگه او رو ولو کرد. خیمه سنگین زاره، خیمه سنگین، تکنیکی و حساب شده زاره باعث میشه که نتونه از دستان کشیده‌ای که داره زیرگیری کنه از پاهای بیدار کشیر ما. زاره کار به اون نمیده، حساب شده کار میکنه، دستاش به خوبی کار میکنه، گام برمیداره و سعی میکنه یک بار دیگه پا رو از خارج کنه. این بار هم پای حریف از خارج میکنه. 1 امتیاز. حالا کشی 6-0 میشه. 6-0 به نفع کشتیگیر کشورمون. امیرحسین زاده یک بار دیگه رو از خارج میکنه و 1 امتیازی میگیره از حریف خودش. یک بار دیگه الان کشی 7-0. 7-0 فعلا تابلو امتیاز 6 است. مثل امتیاز آخر رو ندادن هنوز. رو تابلو ثبت نشده هنوز. امتیاز آخر داده نشده. نمیدونم دلیلش هم چه هست که با پای حریف توش کاملا خارج کرد. حالا ببینیم که اینجا با این کاملا مشخص است. حالا ضربه زد. کار قشنگی نکرد جناب پتروشویلی. باید تحمل داشته باشه کشتیگیر. میتونن حالا اختار به ایش دادن یک امتیاز به کشتیگیر مادر 7-0 میشه. 7-0 حریفو گیج و سردرگم کرده، حریفو کلافه کرده با شهامت خودش، با حملات خودش. باز هم یورش میبره. یک سر کار، یک سر حمله، یک سر دستاش کار میکنه، هم زیر کت هم تو سر و گردن دستاش کار میکنه. دلاوره آمولی ما باز هم به دنبال که در فینال مسابقات 7 امتیاز باز همون توش خارج میکنه. خدا نگهدار سالار، چه کشتی گرفته، چه کشتی تو این لحظه گرفته. حالا کشتی 8-0 میشه. 2 امتیاز دیگه بگیره در فینال حریفشو 10-0 شکست بده. بسیار دیدنی تر خواهد بود، جذاب تر مدارش بود. باز هم رو با یه زیر دو خمت توش خارج میکنه. 1 امتیازی هم میگیره. برای کشتی 9 میشه. 9. 1 امتیاز دیگه بگیره کار تمام هست. 1 امتیاز دیگه بگیره کار تمام هست. حالا دستاش کار میکنه اینکه بتونه باز هم رو توش خارج کنه. حمله و به دنبال اینکه پای رو توش خارج کنه. اینجا موفق میشه. یک از اینجا پای کشتی خودمون خالی میکنه و پای کشتی خودمون توش خارج میشه. ببین چه رای رو میدن. 1 امتیاز برای ما، 1 امتیاز برای ما دادن قبل از اینکه خالی کنه. پای توش خارج میشه. تمام. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. مدال طلای دلاور کشورمون به هموطنان از به مازنی ها، به آمولی ها تبریک میگیم. ببین که مثل اینکه تقاضا چالش کردن مربیان گرجستان و ببینی که چه رای رو خواهند داد. البته یه لحظه پای کشتی گرجستان به نظر من خارج شد. بعد از اون با یه چرخش بعد از اون خالی کرد. حالا ببینید چه رای رو خواهند داد. فرقی نمیکنه. 1 امتیاز هم به اون بدن 9-1 هم بشه. باز هم امیرحسین زاده دلاور ما این کشتی رو شکست خواهد داد. چقدر فکورانه، چقدر مقتدرانه، چقدر حساب شده و دقیق با سبک سیاق کشتیگیر سنگیمز اومد. دارنده 8 مدال طلا، نقره و برنز جهان رو تا این لحظه اسیر خودش کرده. اسیر تکنیک های خودش، اسیر شهامت خودش، اسیر آمادگی و انتخاب تاکتیک مناسب خودش کرده. حتی تصویر من ببینید اینجا بعد ابتدا پای گنا از توشک خارج شد. دیدیم کاملا پاش از توشک خارج شد. بعد چرخش کرد. 1 امتیاز بدون حرف مال ماست. بدون حرف. حتی تصویر ما ببینیم اینجا. بله خدمتتون عرض کردم 1 امتیازی هم میدن چون اعتراض مورد قبول واقع نمیشه. خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان. مدال طلای امیرحسین زاده تبریک میگم به همه هموطنان خودمون. سربلند ایران، ماندگار ایران، عشق ما ایران عزیز دوستت داریم. دلاور آمولی ما دوستت داریم. بزرگی میکنه. یه مدال طلا کسب میکنیم. 1 طلا 2 نقره. حالا میاد
دلجویی میکنه ازش. داور وسط دست دلاور کشورمون فرد پیروز بالا میبره. یه طلای شیرین تبریک به هموطنانمون. کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در وزن 125 کیلوگرم توسط دلاور ایران امیرحسین زاره رو خدمت همه شما مردم شریف و قدرشناس تبریک میگیم. هستی رویایی من، عشق اخورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنم، توی دنیای من. ایران غزل باران، نفس توفان، توی دان وطن. ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. تبریک میگم بهت، مدال تلفنی گرفتی، جامعه رو وارد کردی و یه مدال خیلی طلا قهرمانی جهان هدیه به مردم خوب ایران. به نام خدا عرض سلام دارم و خسته نباشید و احترام خدمت همه مردم عزیز ایران و شما و همه اصحاب رسانه محترم که تو این چند روز زحمت کشیدن. خب به لطف خدا و لطف اهل بیت و دعای مردم و کمک کادر فنی و همه مربیان و عوامل تونستیم این طلا رو هدیه بدیم به مردم کشور عزیزمون. حقمون امروز 3 تا مدال طلا بود، اما متاسفانه برق واقعیمون این تیم نرسید. امیدواریم که فردا و پس فردا دلاور مردم کشتی آزاد ایران بتونن جبران کنن تا بیشتر دل مردم رو شاد کنن. یه حریف دستمال بی‌ادبی کرد، می‌خواست در واقع فکر کنم تمرکز شما رو به هم بریزه و حتی بیاد با این کاری کنه که امیرحسین زاره اون تمرکز لازم نداشته باشه و بتونه تو ادامه کشتی خودش معلوم شه. ولی با جرأتی که داشتی خیلی خوب عمل کردی و اصلا واکنش خاصی هم نشون ندادی. خب کشتیگیرای کشورهای دیگه این ورزش ملیشون نیست. این ورزش ملی مذهبی ماه و بیشتر از اینکه قهرمانی با این باشه، اون بعد پهلوانی و درس معرفت مهمه تو این ورزش. من سعی کردم در چارچوب کارم تمرکز کنم و تو چارچوب کشتی آنالیزی که با مربی انجام دادیم و انجام بدم و تحت تاثیر کارهایی که انجام داد قرار نگرفتم. لازم به ذکر بگم که این حریف از رفقای خوب منه و کشتیگیر با اخلاقی، اما چون تو کشتی فینال فشار زیاد روش بود یه لحظه حرکتی انجام داد که بعدش از من معذرت خواهی کرد. این کشتی وسط دوشک 6 دقیقه رقابت بیرون، همش رفاقت و دوستی و پهلوانی که ما سعی می‌کنیم اینو رعایت کنیم. راجع به چالش حسن یزدانی خیلی معترض بودن که چالش درستی نبود و در واقع قضاوتی بود که حق حسن یزدانی برای اون کلی میکشید برده شد. والا من اون لحظه که پهلوان حسن یزدانی داشت کشتی میگرفت مشغول گرم کردن بودم و نتونستم کشتیشو به خوبی ببینم، اما شنیدم. امیدوارم که عوامل داوری به این مسائل رسیدگی کنن و حرف اونا بزنن. خیلی مسلط کشتی گرفتید امروز تو فینال. خودت اومده بودی که با این مورد باطل ببریم یا نه؟ والا ما گفتم همونطور که آنالیز کرده بودیم و با کادر فنی تفکری که تو کشتی داشتیم رو پیاده کردم و سعی کردم مو به مو اونا رو انجام بدم و خدا رو شکر همون که می‌خواستم شد.